مکدونالد سال 1940 افتتاح شد. 14-15 سال بعد برگر کینگ اومد و با اینکه 15 سال بعد تقریبا تأسیس شد ولی پا به پای مکدونالد اومد و اینجا بهمون چند تا درس بزرگ میده. پس با دقت گوش بده. اما چجوری این کارو کرد؟ اومد از یه استراتژی خفن استفاده کرد. هر جا که مکدونالد شعبه داشت که کارش حسابی گرفته بود همونجا یه شعبه میزد. چرا این کارو میکرد؟ چون تو همه این 15 سالی که مکدونالد راه افتاده بود کلی هزینه تحقیقات بازار کرده بود که کجا شعبه بزنه. آزمون خطا هم تا میتونسته کرده. چند تا از شعبه‌هاش به خاطر اینکه جای بدی بودن کاملا جمع شده بودن. پس احتیاجی نبود برگر کینگ دوباره آزمون خطا کنه و اینجوری هم از لحاظ زمانی هم مالی کلی جلو افتاد. برندهای بزرگ سالانه مبلغ زیادی برای تحقیقات بازار صرفا برای اینکه کجا شعبه بزنن پرداخت میکنن. نمونه داخلیشو میشه با ارفاق به کافه ساعدینیا اشاره کرد که هر جا کافه لمیس شعبه داره یه ذره اونورترش داره یه شعبه اضافه میکنه و این نگاه درست یه مدیر کاربلده، چون احتیاجی نیست همه چی رو تجربه کنه، فقط کافیه رقبای درجه یکشو زیر نظر بگیره. و ما تو آژانس تبلیغاتی بانیکس بهترین استراتژی تبلیغات رو برات به کار میبریم.